د کوچنی په وخت کې د اذان کولو په وخت راسته او چپه طرف ته مخ ګرځول. کتابه فقه حنفی فتاوی شامی مجمع الانهر نوشته میکنه مستحب است. حتی در میل اسپیکرایی که اذان گفته میشه طرف راست و طرف چپ روی دور دادن ای از آداب اذان است. مستحب است که روی دور داده شود. حتی در گوش طفل که اذان میکنی در یک گوشش اذان در دیگه گوشش اقامت، در موجم طرف در حی علی الصلاة و حی علی الفلاح طرف راست و طرف چپ روی دور دادن ای مستحب است. در حج بیت الله در مدینه منوره اگر کسی 40 نماز را پورا نکند حج میشود یا نه؟ بله حج شده، ارکان حج جداست، مناسک حج جداست. رفتن به مدینه منوره مستحب است، مسنون است. رفته شود زیارت رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم، ای به الله نزدیک میشه انسان. بسیار از افضل